سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 13 اپریل تقدیم میکنیم. نزدیکان سلیمان سعیدов مهاجر زخمی تاجیک میگویند که برای جراحی چشم راست او 120,000 روبل ضرور بوده است. سلیمان سعیدов ساکن ناحیه واسه که شام 8 اپریل در نزد ایستگاه مترو کالوشسکا در مسکو مورد حمله قرار گرفته و از قسمت سر و چشم و شکمش 3 تیر خورده بود. برای جراحی چشم به 120,000 روبل نیاز دارد. در این باره کمیته گражданское содействие یک سازمان حامی حقوق بشر روسیه روز 13 اپریل خبر داد و گفت که بزودی برای جمع آوری این مقدار مبلغ معرکه را نیز راه اندازی خواهد کرد. نتیجه که خون ما سرما قبل که بوزد مثلا بخیستن بعد بخیستن در هم طرف پیشونی می‌نظر و قبل خواهدیم که تیرگش رفیق موجود در اوکاش. شام 8 اپریل یک مرد 58 ساله روس در مترو شهر مسکو با سلیمان سعیدов به سر و بدن تیر خالی کرد. پلیس ولایت جلال‌آباد قرغیزستان 4 نفر را با اتهام حمله غارتگرانه به مسافران تاجیک دستگیر کرده است. این 4 نفر روز 6 اپریل 5 ساعت بعد از حمله به اتوبوس دستگیر شدند و فعلا در بازداشتگاه شهر جلال‌آباد پشت پنجره قرار دارند. در دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت جلال‌آباد روز 13 اپریل به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفتند که این اتوبوس به یک راننده قرغیز تعلق داشت و با 22 مسافر 18 تاجیک و 4 قرغیز از شهر بادکنت به سمت بیشکک حرکت می‌کرد. شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری بودند که از سفر به روسیه را داشتند. 6 апреля из Баткена выехали 18 человек. وقتی اتوبوس در نزد نیروگاه تاشکومور برای دمگیری منع کرد، یک ماشین بدون شماره دولتی نزد آنها ایستاد. در این ماشین 4 جوانی از 25 تا 30 ساله بودند. آنها با تهدید از تفنگچه تروماتیکی 150,000 سوم راننده اتوبوس و 2,000 تنگه قزاقی و 56,000 روبل روسی مسافران تاجیک را کشیده گرفتند. 9 сотовых телефонов. به هنگام بازداشت معلوم شد که غارتگران قسمی از پولهای غارت شده را الکی خرج کرده بودند ولی 2,000 تنگه و 56,000 روبل را هنوز عوض نکرده بودند. پلیس این پول را به مسافران تاجیک برگرداند و شهروندان تاجیکستان به سفرشان به سمت روسیه ادامه دادند. تحقیق پرونده ادامه دارد. در قرغیزستان نخست وزیر نو را انتخاب کردند. یک مقامدار سابقه‌دار حکومت سورونبای جینبекov با موافقت همه فراکسی‌های پارلمانی به مقام رئیس حکومت این کشور پیشبری شد. تصمیم انتخاب نخست وزیر نو بعد آن گرفته شد که روز 11 اپریل نخست وزیر تیمیر سریف از مقامش استعفا داد. شارحان پیشبری جینبекov را با افزایش نفوذ پرزیدنت قرغیزستان ارتباط می‌دهند. Он долгое время был в команде президента. او مدت‌های طولانی در دسته پرزیدنت کار کرده است. چند پیش او را با خدمات کادری دولت و از آنجا به کرسی معاون اول رئیس دستگاه پرزیدنت انتقال دادند. او در این وظیفه کمتر از 1 ماه کار کرد و اکنون او را به مقام سروزیر پیشبری کردند. شکل مفصل صحبت شارح بخش قرغیزی رادیوی آزادی ایدانبک احمداولو را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. والدین یک سرباز نوخدمت میگویند مقامات جماعت خدای رجبوف ناحیه واسه بحث عائلوی پسرشان عبدالحکیم شکورов را از طریق به ارتش سفربر کردن شوهر جوان حل کردند. کارمندان جماعت خدایار رجبوف اجباراً به خدمت عسکری جلب شدن عبدالحکیم را رد میکنند. منصبداران این جماعت به آزادی گفتند که آنها عبدالحکیم را توسط دعوتنامه به ارتش سفربر کردند. این زمان آنها اعتراف میکنند که او با همسرش بحث عائلوی داشت. در دوشنبه هفته تکنولوژی و اینوواسیون جریان دارد که بهترین دستاوردهای علمی و عقلانی شاگردان مکتب‌های میانه کشور را
ба намоиш мегузорад. ширкатдорони ин озмун ҳунари сайтсозӣ ё барномасозии компютарӣ ва дигар истеъдодҳои худро ба намоиш гузоштанд. намоишгоҳи мазкур рӯзи 11 апрел шурӯъ шуда рӯзи 14 апрел бо ширкати мири шаҳри душанбе натиҷагирӣ мешавад. ҳадаф аз ин намоишгоҳ интихоби болаёқаттарин наврасҳои кишвар ва имкони истифодаи ҳунару истеъдоди онҳо дар оянда дар пешрафти иқтисодиву саноати тоҷикистон гуфта мешавад. ва барои дарёфти ахбор ва видеои бештар саре бизанед ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер ва ютуб ва замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ.